به نام خدای بخشنده مهربان. سلام 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 بچه های گلم. همونجوری که جلسه قبل گفتم، امروز اومدم یه قصه جدید از قصه های قرآنی رو براتون بیان کنم. راستی دوست دارین عنوان قصه رو بشنوید؟ کی دروغگو کوچیک می شود. این عنوان قصه مونه بچه های گلم. در یک روستای کوچک و سرسبز پسر بچه‌ای به نام سامیار زندگی می کرد. سامیار پسر باهوش و بازیگوشی بود، اما یه عادت بد داشت. هر وقت کار اشتباهی می کرد می ترسید و دروغ می گفت. یه روز صبح مامانش گفت: سامیار لطفاً مواظب توپت باش، نذارش بیفته تو باغ همسایه ها. سامیار گفت: باشه مامان، قول میدم. اما هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که پخ، توپ افتاد درست وسط باغ پیرمرد مهربونی به نام حاج رحمان. سامیار ترسید و گفت: اگه برم و بگم که توپ مال منه دعوام میکنن، پس میگم توپ مال من نیست. سامیار دوید سمت خونه و رفت به مامانش گفت: مامان نمیدونم توپ کی افتاده تو باغ حاج رحمان. مامان چیزی نگفت، فقط نگاهش کرد و بعد به آرومی گفت: پسرم، خدا همیشه صدای دل ما رو میشنوه. شب وقتی که سامیار خوابید، خواب عجیبی دید که در یه باغ بزرگی هسته و درختی کنار رودخانه ایستاده. روی درخت نوشته بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنان، از خدا بترسید و با راستگویان باشید. در خواب صدای مهربونی گفت: سامیار، دروغ دل رو کوچک میکنه، ولی راستگویی دل رو نورانی میکنه. وقتی که سامیار از خواب بیدار شد، دلش تند و تند میزد. دوید بیرون، رفت سراغ باغ حاج رحمان. وقتی رسید گفت: حاج آقا سلام، ببخشید، توپ توی باغتون افتاده بود، مال من هست، من انداختم. حاج رحمان خندید و گفت: آفرین پسرم، همین که راستش رو گفتی باعث شد خدا دل منو خوشحال کنه و منم دل تو رو خوشحال میکنم. از اون روز به بعد هر وقت سامیار میخواست دروغ بگه، یا یاد اون آیه قرآنی میافتاد و یا حرف مامانش یادش میومد و زیر لب میگفت: من با راستگویان هستم. و دلش هر روز بزرگ و بزرگتر و روشن‌تر میشد. این بود قصه راستگویی. امیدوارم که بچه‌های گلم این قصه به دلتون نشسته باشه و ازش لذت برده باشید. تا قصه بعد،
خدا نگهدارتون.